سلام نود نیوزیا. سریال چشتران امارت در قسمت 101 به پایان رسید و این سریال پایان خوشی داشت. چند وقت پیش مرد رمضان دمیر و افرا ساراچوغلو تیتر خبرها شدند و خبر بارداری افرا دست به دست میچرخید و همه کنجکاو بودن قضیه از چه قراره. با نبات نیوز همراه باشین برای دیدن اخبار بیشتر در دنیای جنجالی سلبریتی ها و سابسکرایب کنید و زنگوله رو حتما بزنید. مرد رمضان دمیر بازیگر مستعد ترکیه‌ای در 28 ژانویه 1998 در استانبول به دنیا اومد و تحصیلات خودش رو توی زمینه بازیگری از طریق شرکت در دوره‌های آموزشی تخصصی در مؤسسات معتبر به پایان رسوند. اولین فیلم مرد رمضان دمیر 3 حرفی ها بود که در سال 2019 در ژانر ترسناک ساخته شد. اما فیلم من تو هستم ایچیم دکیسن که در سال 2020 منتشر شد یکی از اولین فیلم های مهم او محسوب می شود. این فیلم در ژانر درام عاشقانه ساخته شده و مرد رمضان دمیر در آن نقش یکی از شخصیت های اصلی رو ایفا کرده. این فیلم مشکلات پناهندگان و مهاجران افغانی تبار رو روایت میکنه. مرد با بازی در این فیلم ها در مدت کوتاهی تونست جایگاه ویژه‌ای در صنعت سینما و تلویزیون ترکیه پیدا کنه. شروع فعالیت حرفه‌ای مرد در سال 2020 با بازی در سریال معلم به جامعه هنری معرفی شد و جالب این که شاید کسی ندونه ولی افرا ساراچوغلو و مرد رمضان دمیر در سریال با هم بازی بودن. مرد در این سریال نقش یک شخصیت مکمل رو ایفا کرد و هرچند حضورش خیلی کوتاه بود اما تونست توجه برخی مخاطبین رو به خودش جلب کنه. مرد پس از سریال معلم در پروژه های مختلفی حضور داشت و با عملکرد خوبش ثابت کرد نقش های متفاوت رو میتونه بازی کنه. نقش آفرینی در سریال چشتران امارت، سریالی که خیلی همون باهاش خاطره داره. یکی از مهمترین نقش‌های مرد رمضان دمیر بازی در سریال چشم‌چران امارت یا یالی چاپکینی در نقش فرید کرهان بود. این سریال با استقبال گسترده‌ای مواجه شد و بازی او در این نقش تحسین منتقدان و مخاطبان را به همراه داشت. نقش فرید کرهان به عنوان یک شخصیت پیچیده و چند لایه‌ای فرصتی برای نمایش توانمندی‌های این بازیگر جوان رو فراهم کرد. رفتاران این بازیگر جذاب درباره زندگی شخصیش خیلی کنجکاون، اما خوبه که بدونیم مرد از اون دسته بازیگراست که به حریم شخصیش خیلی اهمیت میده و همیشه سعی داره رابطه های شخصی و عاشقانش رو مخفی نگه داره. افرا ساراچوغلو بازیگر جذاب ترکیه در 2 سپتامبر 1997 در استانبول ترکیه به دنیا آمد. افرا فارغ التحصیل رشته ادبیات و از سال 2018 به عنوان مدل برندهای معروف و بزرگ کار میکنه و طرفدارای خیلی زیادی داره. اولین فعالیت حرفه‌ای خودش رو افرا در سال 2016 با بازی در فیلم فرصت دوباره ایکینجی شانس شروع کرد. میخوای بدونی افرا چجوری فرصت اینو پیدا کرد که وارد دنیای بازیگریشه؟ با نبات نیوز همراه باش و سابسکرایب به کانال ما یادت نره. این بازیگر جوان توسط اوزجان دنیز توی شبکه‌های اجتماعی کشف شد و ماجرای بازیگری افرا از اونجا شروع شد که مادر افرا برای اولین بار عکس افرا رو برای اوزجان فرستاد و اوزجان هم از افرا خیلی خوشش اومد و ازش خواست که توی فیلم شانس دوباره نقش دختر نورگل رو بازی کنه و افرا با بازی در این فیلم وارد دنیای پر رمز و راز بازیگری شد و همبازی شدن او با بازیگرانی چون اوزجان دنیز و نورگل یشیکچای به شناخته شدن بیشتر اون کمک کرد و بعدها نقش اصلی فیلم و فیلم‌های بچه بد و همبازی بازیگران معروف مثل تولگا ساریتاش شد.
افرا توی این فیلم نقش کایلا رو ایفا کرد. بازی افرا توی این فیلم به عنوان یکی از نقش‌های اصلی باعث شد افرا به عنوان یک بازیگر جذاب و با استعداد شناخته شه و استارت معروفیتش زده شه. بعد از بازی تو سریال فضیلت خانم اولین رابطه عاشقانه پرحاشیه افرا شروع شد و اون با دستیار کارگردان همون سریال رابطه‌اش رو شروع کرد که حاشیه‌های زیادی هم براش به وجود آورد. اما بعد مدتی این رابطه تموم شد و اکثر طرفدارا دلیل این جدایی رو خیانت افرا میدونن. نقش آفرینی افرا ساراچوغلو در سریال چشمچران امارت با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی منتقدان و مخاطبان همراه شد. بسیاری از منتقدان افرا رو یکی از بهترین بازیگران نسل جدید ترکیه میدونن. حالا میرسیم به مبحث خیانت افرا به دوست پسر سابقش که توی فضای مجازی حسابی گل کرده. افرا ساراچوغلو پیش از این با مرت یازجیوغلو در رابطه بود. مرت یازجیوغلو و مرت رمضان دمیر یا همون شخصیت فرید چشمچران امارت دوست بسیار صمیمی بودن و دوستیشون از سریالی که با هم بازی بودن کلیک خورد. افرا و دوست پسرش هم رابطه خیلی خوبی با هم داشتن. اینم بگم که چند بار توی مسافرت‌ها هم مرت رمضان یعنی همون فرید خودمون باهاشون رفته بود و با هم عکس‌هایی رو منتشر کرده بودن. زمزمه‌های نامزدی افرا و دوست پسرش هم کم کم به گوش می‌خورد تا اینکه سریال چشمچران امارت شروع شد و از زمانی که این سریال شروع شد رابطه افرا با دوست پسرش یه خورده تیر و تار شد. چرا؟ چون دوست پسر افرا میگفت سیران و فرید توی سریال خیلی صحنه‌های عاشقانه دارن و توی پشت صحنه هم همینطور و احساسی که اینا به هم دارن احساس سریالی ساده نیست و یعنی اینا خارج از سریال هم دارن با هم وارد رابطه میشن. اون موقع کل طرفدارای سریال ریختن سر دوست پسر افرا که چون افرا داره موفق میشه تو داری بهش حسادت میکنی یا نمیخوای پیشرفت دوست دخترتو ببینی. اختلاف افرا و دوست پسرش به حدی بالا گرفت که زمانی که برای سریال جشن گرفتن و سیران و فرید داشتن میرقصیدن و صحنه عاشقانه داشتن دوست پسر افرا اومد دعوا و کتککاری کرد با مرت رمضان دمیر و گفت تو باعث از هم پاشیده شدن رابطه این دو نفر شدی. وقتی هم با مرت رمضان در مورد این کتککاری مصاحبه شد اون گفت که این یه بگو مگوی خیلی ساده بوده و هیچ درگیری نبوده. بالاخره بعد از 4 سال رابطه عاشقانه خبر جدایی افرا و دوست پسرش منتشر شد. این جدایی برای بسیاری از هوادارانشون شوکه کننده بود و شایعاتی درباره ورود شخص ثالث به این رابطه مطرح شد. برخی منابع ادعا کردند که نزدیکی افرا به همبازیش مرت رمضان دمیر ممکنه دلیل این جدایی باشه. با این حال هر دو نفر این شایعات رو رد کرد. از این جدایی مرت یازجیوغلو عکس‌های مشترکش رو با افرا و همچنین عکسایی که با مرت رمضان دمیر داشت رو از صفحه اینستاگرامش حذف کرد. این کار باعث شد تا شایعات بیشتری در مورد این ماجرا شکل بگیره. مدت کمی از جداییشون گذشته بود که دوست پسر افرا یعنی مرت یازجیوغلو با دیلان چیچک دنیز وارد رابطه شد که اون موقع همه به مرت گفتن پس کسی که داشته خیانت میکرده تو بودی، ولی مشخص شد مرت برای اینکه افرا رو فراموش کنه تن به این رابطه داده بود. توی سریال چشمچران امارت چند بار عکس‌های پشت صحنه از افرا و مرت در کنار همدیگه منتشر شد که طرفدارا میگفتن رابطه عاشقانه‌ای دارن، ولی اونا هر بار تکذیب میکردن و میگفتن ما فقط دوستای عادی هستیم. زمانی که افرا و مرت برای تعطیلات تابستانه سریال با هم رفته بودن مسافرت، صحنه عاشقانه افرا و مرت که توی دریا دارن همدیگه رو میبوسن شکار دوربین خبرنگارا شد و عکس‌ها و فیلم‌ها به اندازه‌ای دقیق بود که دیگه نمیتونستن تکذیب کنن. این عکس‌ها و فیلم‌ها باعث شد همه بریزن تو پیج مرد و افرا و بگن که معلوم شد کسی که خیانت میکرد تو بودی و دوست پسرت راست میگفت که بین تو و مرد رابطه عاشقانه‌ای وجود داره. چطور تونستی با دوست پسر سابقت وارد رابطه شی؟
واکنش تارو امیرتکین به شایعات. در این میان شایعاتی نیز در رابطه با رابطه افراسیاب چغلو با تارو امیرتکین، یکی دیگه از همبازی‌هاش، در سریال چهچهاران امارت مطرح شد. تارو امیرتکین در واکنش به این شایعات اظهار داشت که هیچ رابطه‌ای بین او و افرا وجود نداره و اونها فقط دوستان خوبی هستند که هفته‌ای 6 روز با هم کار میکنند. برخلاف شایعاتی که در مورد پایان این سریال منتشر شد و ادعا می‌کردند که خاتمه غم‌انگیز در پیش است، ما شاهد یک پایان شاد بودیم. علت این فینال نیز به خدمت سربازی مد رمضان دمیر برمیگرده که به ناچار باید سریال رو به پایان میرسوندن. از شما عزیزان دل که تا پایان این ویدیو همراه ما بودید سپاسگزارم. منتظر ویدیوهای بیشتری از دنیای جذاب و جنجالی سلبریتی ها باشید و فراموش نکنید که لایک کنید و سابسکرایب چنل ما رو حتما انجام بدید. کمکتون میکنیم همیشه و در همه جا در جریان اخبار و حواشی روز دنیا باشید. خداحافظ نواد نیوزیا.